امروز 22 مرداد تولد منه. شاید سال خوب درخشانی نداشتم و کلی غم و استرس رو پشت سر گذاشتم، اما حداقل کاری که تونستم بکنم این بود که فکر و روحم رو سازماندهی کنم و تو توسعه فردی پیشرفت داشته باشم. اینکه تو 28 سالگیم نتونستم کارهای درخشانی کنم و اهداف مهمی رو تیک بزنم تقصیر من نبوده. حداقل خیالم از بابت خودم راحته که حتی تو این شرایط بهترین خودم بودم. بنابراین فکر میکنم تو سفیدترین سالیم که گذروندیم هنوز نقطه‌های امید وجود داره. پس منم سالی که گذشت رو یه ریکاوری در نظر میگیرم برای یه شروع پرقدرت، به امید اینکه امسال اهداف بیشتری رو تیک بزنم. من عزیزم، تولدت مبارک. دیگر قاطی نکرد. تولد